ассалому алайкум дӯстон, шумо дар барномаи навбатии Чӣ гап қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайка зеркен, мо боша видеоролика сар мекунем. ҷанговари вазни сабуки дивизион Дастин Порье ба суханони гуфтаи Колби ҷавоби худро дод. خاطررسان میکنم که کلبی کوینگتون درباره محاربه داستین با نیت دیاز چنین گفته بود. محاربه با نیت دیاز در حقیقت برگزار می شود. هم اکنون با این گفته‌های کلبی جنگاور آمریکایی داستین پاره جواب گرداند. بیاید سخن‌های داستین رو گوش میکنیم. این همش به فایده کلبی میباشد. ما رو به جنگ دعوت کردن آدمان اوید کلبی حرف میزنند. شما میخواین من با کلبی با سخن‌های سخت جواب گردانم، اما این گونه جواب دادن مهارتی من نیست. این اون چیزی است که در این ورزش من نمیخوام استفاده برم. میدونید محاربه با نیت دیاز برای من لازم و مهم میباشد. من این محاربه رو تمام حیاتم علاقه انتظارم. فکر میکنم این محاربه تماشاباب میشود. از همین خاطر من برای شما میگویم که محاربه با نیت دیاز در حقیقت برگزار میشود. گفت داستین پاریه. خوب دوستان، شما در این باره چی فکر دارید؟ محاربه میان داستین و نیت دیاز رو دیدن میخواستید؟ اگر جواب شما ها باشد، پس در این محاربه کی رو مخلصی میکردید؟ داستین یا دیاز؟ جواب خود رو حتما در زیر ویدیو نویسید. ما باشد میگذاریم به خبر دیگر. دیروز تورنیر UFC وگاس 50 برگزار گردید که در محاربه اساسی تورنیر مگامد انکالای با جنگاور برزیلی تابور تیاگو سانتوس محاربه کرده. با قرار یک روزه دوران مگامد غلبه رو به دست آورد. محاربه رو به طور پورا از تلگرام کانال نکاوت جی تماشا کرده میتوانید. سلکای تلگرام در اپیسن ویدیو قرار دارد. حاضر باشد سخنهای مگامد رو بعد از محاربه گوش میکنیم. من شدم که غلبه کردم. عموما من روزیم. البته او مرا در آخر راوند دوم در هدف خود قرار داده بود، اما من همش رو اداره میکردم. کم کم سر من تاب خورد، اما من همش رو حس میکردم. همش تحت نظارت قرار داشت. از همین خاطر من راه افتاده نشدم. ما فکر کردیم که او رقم یک شده کار میکند، اما او رقم دوم شده کار کرد. از همین خاطر ما به خلاصه آمدیم که در حالت راسو نبرد کنیم. من فکر میکنم محاربه غمگین کننده بود. ما احتیاط میکردیم. چگونه که او سخت ضربه میزند، من از این ضربه های احتیاط کردم. برای همین شاید من از این محاربه راضی نباشم. خوب، اکنون میگذاریم به خبر اساسی ویدیو. رسما جنگاوری به باخت توجیک سرورجان حمیدов بر ضد فابریسیو سررف در تورنیر نوبتی UFC روز 27 روز 25 مارس نبرد میکند. خاطررسان میکنند که سرورجان حمیدов در کارنامه خود یگان باخت ندارد و رکورد کسبی او 12-0 میباشد. رقیب او باشد زاده برزیلیا است. رکورد کسبی فابریسیو 29-9 میباشد. خاطررسان میکنم که رقیب سرورجان علی گولیف بود، اما بنابر سبب حالت منفی برآمدن نتیجه کووید 19 جنگاور آذربایجانی نمیتواند با سرور محاربه کند. از همین خاطر در این محاربه فابریسیو سررف علی گولیف را عوض کرد. عین حال سرور با همراهی شرف دولتمرادov در تایلند قرار دارد و برای محاربه خود آماده شده ایستاده است. با سرورجان حمیدов آمادگی خوبی به حساب و اساس در این محاربه غلبه را آرزومندیم، چون که از کارنامه رقیب دیده می شود که فابریسیو از کتابخانه نبرآمده است و مهارت بلند ورزشی دارد. دوستان، با فکر شما در این محاربه کی غلبه را به دست میآورد؟ جواب خود را حتما در زیر ویدیو نویسین، چون که فکر شما برای پیشروی ما ضرور و مهم می باشد. رحمت که با ما همراه هستید و ویدیورولک های ما رو تماشا میکنید. تا ویدیورولک نوبتی، سلامت و سربلند باشید.